سلام به عزیزان. آموزش تعویض سیم گاز پراید رو داریم. همینطوری که در تصویر دیدی سیم گاز رو همینجوری خیلی راحت از جاش در میاری. انتهای سیم گاز به اتاق وصله که میتونید با یه پیشگوشتی فشار بدید و اونو جدا کنید و برمیگردیم ما داخل اتاق. انتهای پدال همین پیم آبی رنگی که میبینید و از جا در میارید، سیم گاز رو در میارید میندازید اونور و یه موقع سیم گازتون پاره شد و اینا که بلد باشین دیگه، سیم گاز رو به همین شکل جا میزنید. یکی گیره داره، این گیره رو میذارید داخل، درگیرش میکنید و این نری رو داخل مادگی اهرم گاز، حالا یک مقدار ویدیو بعد شد، فشار میدید که جا بره و دوباره برمیگردید داخل اتاق. این پیم آبی رنگ رو داخل سوراخ پدال گاز فشار میدید، یه فشار ملایم که قشنگ صداش میاد جا بره. بله، یه بار امتحان میکنید، برمیگردید این لاستیک چاک دارم جا میزنید و یک خارم داره اونم جا میزنید که بازیش کمتر بشه. به همین راحتی شما میتونید سیم گاز خودتون رو عوض کنید. با تشکر، خدا نگهدار.